سلام علیکم دوستان عزیز، نام من ایوب. امیدوارم خوب هستین. و گفته خوینو ما یارا مخالف یعنی اپوزیسیون گفتن نمیتونیم. و گفته نظریه تروریستی запрещено در Российской Федерации در جمهوری تاجیکستان. در نیم سال اخیر расход ما 60 چند هزار یورو، روزی 50 چند هزار یورو ما قرض داریم. امروز Исоқ Фаюб باید چشمش دید. کانال آینده تیوی، کانال ما و شما او مردمی که در فکر ملت هست، آرامی این ملت، پیشروی این ملت میخوان، صاحب تمامی تکنیک شدیم که ما دیگه هفته دیگه 20 ویدیو هست میبریم اکران دا، میمونیم براشون گپ میزنیم و فقط دلیل خوینو را فقط через یوتیوب قبولشون میکنیم که روزاشونا ما باید ببینیم، کریسو را باید ما ببینیم. общий расходشون در یک ماه $10 زیاد نیست. او کارتینکایی که میمونم پشته من میمونم ایشون تو میتم همه بپوله فوتوشوپ یا همش بپوله، همش بپوله. اما $10 برای می فوتوشوپ، برای качествовое видео. Все, $10. درست میشه که ما شتا کار کردیم که باید امروز ما خوینا را через یوتیوب قبول میکنیم که کم ترکت کار دیگه موندگی است. خوینا بس از حرام خره مردم شریف تاجیکستان چون تو نهوی کنی $10 در یک ماه расход دارن، که شما 60-70 هزار یورو طلب دارن. و روز گفتن که ما در قریب 2 میلیون در تریتوری Российской Федерации که Российская Федерация یورا Верховный суд Российской Федерации терроризм اعلان شد که تمامی سایت‌های تمامی کانالایی که سگ بر جکیدن پول طلب کردن همه یوتا پراویک است نه نظر داشتن. یه پروسه پیشروی شما را ای جوانان نمیخواهند. все. خوینو اگر شما ننگ نموز داشته باشین، قطعی این مردم رو پارو گپ زدنی باشین در افیر، هفته دیگه پجاوسته. امروز ما افیر داریم، ما با اون مردمی که زید شما گپ میزنن، ما انشالله ما صحبت میکنیم. افیر ما امروز میزگرانیم، هفته دیگه пожалуйста. Канал Исоқ Фаюб запрещено نیست. میتونین ای کبیرید تو از تدکای گاونوتا میبخشیدون какашката пожалуйста. شما ملت فروشا آینده شما ترباست. برای یک برادر بختری شما گیره کردیسی، میفهمی؟ گیره کردیسن با 2-3 بلاگر دیگه زیدی تکنه نصیب باشه، شما پالن خود نکلینتون میمونه. چند بار گفتم شما را خب کنید. زن توجگاه باید نداره نه نفهمیدید. یک پیتوشک برامده زنی توجگاه پس کردیست. ما دیگه خواب نمیکنیم. فقط با پیش با گفته پدر میدن با پیش او در ای با پیش زنده باشه. این افیر است دوستان عزیز. پجاوسته چیزی گفتنی دارین زید خوینو 10 minut пожалуйста. چی گپی که میزنی